یه حرکت رو به جلو، موقعیت برای ضربه زدن و ضربه پای چپ. اونجا الیبایف، دو بازیکن ما کنار دروازه، یه ضربه تمرین شده و قشنگ تو بیرون میره. دو بازیکن، سه بازیکن مسیرشون عوض میشه، به تیر میخوره، بر میگرده. عالی بود حرکت، عالی بود، تمرین شده، کاملا شکل گرفته و توپی که در نهایت به تیر خورد. یه بار دیگه فرصت، یه کار قشنگ، یه ضربه دیگه. چقدر بدشانسیم ما در این لحظات که توپامون تو دروازه قرار نمیگیره. یه فرصت، یه موقعیت دیگه و باز هم ایستادگی دروازه‌بان ازبکستان. باز هم فرصت، بردن بازی به کنارها، ضربه با پای چپ. بازیار اسدشیر از توپ عبور میکنه، دروازه‌بان ازبک ایستادگی میکنه، دروازه‌بان خوب و مطمئنی بوده. یه بار دیگه فرصت دیگر برای بچهای ما. یه حرکت رو به جلو، ازبک ها خطرناک، خطرناک، خطرناک. یه حمله، یه گل. عرض کردم تیم با برنامه انصافاً کار کردن، ما خوب بودیم و طبیعتاً بهترم خواهیم شد. یه بار دیگه با پای چپ، چه دروازه‌بانی شده حالا دروازه‌بان ازبک. با هم ببینیم اینجا یه ذره شانس بگینگی یار بود. یه فرصت این سم برای ازبک ها، واکنش باقر محمدی اجازه نمیده برای بار دوم دروازه ما باز شه. حمله سری رو ببینید و گل مساوی. باورش سخته که توپ بره بیرون. خاطرات شیرینی رو برای ما به وجود آورد. یه فرصت دیگه با دست چپش اینجا توپ رای کورنر میکنه. یه فرصت دیگه، موقعیت عالی، واکنش استثنایی. ازبک ها با یه کار تمرین شده چقدر اقتصادی بازی میکنه این ازبکستان، چقدر اقتصادی بازی میکنه. ناخونش بلنده، انگشتر دستشه، هرچی که هست. یه خونریزی جزئی داشت. یه لحظه خروج، چه صحنه ای بود اینجا. دروازه‌بان ازبک رو حالا باید همه جوره ستاره نیمه اول معرفی بکنیم. این بار دروازه‌بان ازبکستان چگونه ایستادگی میکنه و گل، اختلاف به یه گل میرسه. حالا این ثانیه ها بچه ها با روی بهتر در آغوش میگیره. یه بار دیگه گل دوم، نه اوج هیجان. اما یه مطلبی که حالا خیلی بهش اعتقاد دارن، گل دوم، گل مساوی. خوب زد ضربه رو این بار، هوشیارانه و با دقت. مهدی کریمی پاس تو عرض، کنترل و دیگه مغلوب شدن دروازه‌بانی که خوب تحمل کرده بود. حالا شاید گل سومم بخوره. بله، صدا به صدا نمیرسه، طیبی گل میزنه. یه عادت هم داره، دائم میره با دوربینای کنار زمین شادیشو از نزدیکترین فاصله تقسیم میکنه. ببینیم اینجا یه حرکت رو به جلو، خطر، ایستادگی دروازه‌بانی که این بار یه مغلوب ضربه روپیف نمیشه. لحظه حساس، آیا بازی به تساوی کشیده میشه یا رستمیان در مواجهه با اولین توپ موفق خواهد بود که
این گونه نیست. 3-3 رفت سمت تو. به زمان بازی هم توجه داشته باشید، زمان زیادیه. یه چرخش شماره 9 دکترای این رشته رو داشت و حالا نسخه جدیدی از کاراش رو به شکلی دیگر احمد عباسی تکرار میکنه، کاری که شگرد وحید شمسایی انجام میداد. محمدی بلند، احمد عباسی ضربه سر بر میگرده. دوباره بچهای ما محکمی که نشون داده شد اما به شکل پاس. نه، دروازه‌بانی که 4 تا گل خورده و اینجا برای پار پنجم نزدیک بود گل بخوره، کماکان ستاره ازبکستان هست. تا با این ترفند حالا خودمون رو نزدیک بکنیم، این توپه گل بشه. هنر کار تاکتیکی و تکنیکی زبان زد خواهد بود در تعریف این صحنه. امیدوارم صحنه کار تاکتیکی رو دوستانم بتونن به نمایش بگذارن. اضافه شد تکنیک ناب کریمی.